فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهر مریم از اصفهان سوالی که زیاد بینندگان پرسیدن که خمس در قرآن به چه کسی تعلق می‌گردید؟ حکم خمس در قرآن در قرآن. خمس در قرآن فقط این درباره غنیمت اومده، مالی که از در واقع کفار گرفته می شود در جنگ با کافران هست. این در واقع ذکر شده و در همین یک مورد ذکر شده. این فقط در مورد اموال غنیمت این خمس رو خداوند متعال مطرح کرده. خمسی که به عنوان خمس مکاسب باشه، خمس ارباح باشه، خمس درآمد به هر صورتی و از هر طریقی باشه، این نه در قرآن از اون اثری هست و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نه در اقوال صحیح ائمه اهل بیت، بلکه برعکس این از ائمه اهل بیت ثابت شده. عکس این کاملا از ائمه اهل بیت و ائمه شیعه کاملا ثابت شده. اما درباره قرآن خداوند متعال در این زمینه در سوره انفال این مطلب را بیان کرده، فان لله خمسه وللرسول. در اینجا صراحتا الله متعال میفرماید واعلموا انما غنمتم، و خود این انفال درباره سوره انفال و سوره توبه درباره احکام جنگ و صلح هستند و این آیه رو خداوند متعال در ضمن همین احکام در واقع در اینجا بیان کرده. خداوند متعال اعلام می‌فرماید و علموا انما غنمتم، بدانید آن چیزی رو که شما در به غنیمت میگیرید. غنیمت یک اصطلاح شرعی هست و یک اصطلاح تعریف شده هست، فقط و فقط اینو در واقع در میدان جنگ از اون استفاده میشه. شما وقتی که به مغازه بروید و آخر روز وقتی که به خانه برمیگردید نمیگید من امروز این اندازه غنیمت گرفتم. این اصلا کلمه غنیمت در هیچ جا کاربرد نمیگیره، نداره. یا وقتی که مثلا یک کارمند حقوق میگیره اونجا نمیگه که من امروز غنیمتی رو دریافت کردم. اینا غنیمت نیست، اینا کسب، اینا کار هست، اینا دسترنج انسان‌ها و پولی هست که در واقع با کار و زحمت خودشون در واقع اینو به دست آوردن. غنیمت نیست. و متاسفانه امروزه علمای شیعیان را به عنوان کافر قلمداد کردند و مالی رو که از اونها میگیرند به عنوان خمس میگیرند، به عنوان مال غنیمت هست، مردم نمیدونن. و که در واقع اگر جنگی هم نیست عملا حکمش حکم جنگ هست. همون حکمی رو که در یک جنگی که در واقع مسلمان با کافر دارند که اموال در اونجا حلال میشود، وقتی که جان حلال هست مال هم در واقع حلال هست، میتونند از هم دیگر غنیمت بگیرند. امروزه در میان جوامع شیعه علمای شیعه میاند از عوام مردم در واقع این غنیمت رو دریافت میکنند. و اون چیزی که جالب در اینجا هست که مطلبی که برای خمس اومده در هیچ جای قرآن، در قرآن که چنین، در هیچ جای سنت رسول الله و در هیچ جای روایات اهل بیت ائمه 12گانه شیعه در هیچ جا روایتی وجود نداره که خمس ما را شما به فقها بدهید. یعنی در هیچ مواردی در کتاب‌های حدیثی شیعه علمای شیعه و فقهای شیعه به عنوان یکی از مواردی که باید به اونها خمس داده بشه سهم امام داده شده تعریف نشده. مطلقاً چنین چیزی وجود نداره. پس بنابراین این خودش یک نوع در واقع مصرف کردن خمس با توجه به اینکه ما قبول بکنیم که خمسی وجود داشته باشه، پرداختن این به علما و به مراجع و به فقهای شیعه یک مورد خودساخته‌ای هست که امروزه در میان شیعه وجود داره. و اون چیزی که خداوند متعال در جایی که این خمس را خداوند متعال بیان کرده، اگر قبول بکنیم، اگر بالفرض قبول بکنیم که آیه 41 سوره انفال درباره خمس هست و این خمس درباره خمس مکاسب هست، یعنی هر حقوقی انسان بگه، درآمدی هر چی داره باید خمس بده، این در خود این آیه مصارف این خمس کاملا بیان شده. خداوند متعال در ادامه این آیه میفرماید واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساکین و ابن السبیل. این 6 مورد هست که خداوند متعال در خود آیه مصارف غنیمت را برای مسلمانان کاملا مشخص کرده. یعنی این خمس این مال خدا و مال رسول الله صلی الله علیه و آله است. یعنی این باید تحویل به رسول الله صلی الله علیه و آله داده باشه. اما رسول الله چیکارش میکنه؟ آیا رسول الله همیشه برای خودش برمی‌داره یا میتونه که اینو فقط باید به فرزندان خودش بده؟ این هم بیان شده که وقتی این مال خدا و رسول هست، خدا و رسول اینو چیکارش میکنند؟
اینو مشخص کرده خداوند متعال فان لله خمسه وللرسول، مال خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله هست. خدا و رسول اینو کجا مصرف میکنن؟ اینو در ادامه آیه خداوند متعال میفرماد که ولذی القربى، مال اهل بیت رسول الله، ذوی القرباش هست که رسول الله صلی الله علیه و آله باید مصرف خانواده خودش و اهل بیت خودش رو از این خمس باید پرداخت بکند. والیتاما، مال یتاما هست، در جامعه باید به یتیمان برسد. والمساکین، کسانی که مستمند هستند و توحید دست هستند. و ابن السبیل، و برای مسافرانی که در راه موندن. این خمس باید به این افراد بدین. و اون این به اصطلاح مال غنیمت هست و مال نفلی که گرفته می شود، فیئی که گرفته می شود. در قرآن کریم دقیقاً همین موارد را برای فی هم خداوند متعال بیان کرده. یعنی مال غنیمت یا مال فی، یعنی در اون جنگی که بدون خونریزی و بدون حمله به مسلمانان میرسه، این برمیگرده به خدا و رسول، مال خداوند متعال، مال رسول الله صلی الله علیه و آله است. این مصارف فی را خداوند متعال هم به همین صورت بیان کرده. همین 6 موردی هستند که من برای شما بیان کردم. این اموالی که امروزه در میان شیعه گرفته می شود، اگر واقعا خمس امروز در میان همین مواردی که من عرض کردم، برای ذوی القربا، برای یتاما، برای عرض کنم فقرا و مساکین، برای ابن سبیل اگر در ایران مصرف میشد، مطمئن باشید که تا الان در ایران هیچ گونه فقیری وجود نداشت. اما متاسفانه امروز این خمس را با وجود این که حرام هست، مورد شرعی نداره، دلیل و مستند شرعی نداره، باز هم میگیرن و نهایتا اینو در اون مصارف شرعیش در واقع خرج نمیکنن. این یک مورد دیگر است. غیر از این روایات متعددی وجود داره از تعدادی از ائمه شیعه، من جمله حضرت امام جعفر، که این روایت به این صورت هست که کل ما فی ایدی شیعتنا فهو محلل لهم، هر چیزی که امروزه در دست شیعه ما هست برایشون حلاله، ما بخشیدیم. در روایات متعددی در شیعه در کتاب‌های حدیثیشون وجود داره که ائمه شیعه خمس خودشونو به شیعیان بخشیدن. به چه خاطر؟ به خاطر این تعبیر کردن، به خاطر این که ولادت اونها ولادت پاکی باشه. شنیده باشید در آخر رسانه ها که بسیار از این شیعه های تندرو میگن که اهل سنت تمامشون حرامزاده هستن. حرامزاده چرا؟ چون که خمس رو پرداخت نمیکنن، حق خدا رو خوردن، حق رسول الله رو، حق ائمه رو خوردن، پرداخت نمیکنن. پس بنابراین مالی که خوردن مال حرامه، خودشون هم حرام زاده میشن. اما شیعیان برعکسن. شیعیان رو چون که به خود اینا خمس میدن، یا به تعبیر دیگر این حدیثی که در خود روایت اومده، چون که ائمه شیعه خمس را به شیعیان بخشیدن، به خاطر چی؟ به خاطر این که ولادتشون ولادت پاک باشه، حلال زاده بشن. این صراحتا در نه یک روایت، نه در دو روایت، در ده ها روایت از روایات شیعه و از در واقع ائمه متعدد شیعه در واقع این ذکر شد.